اینجوری من فکر می‌کنم بگی که دو تا کوچه ورتر باشه خونه‌تون خیلی از اینجا دور باشه. نه خونمون 2 تا خیابون اونورتر. اگه می‌خوای بیا بریم خونمون هم نشونت بدم. نه مرسی. بعد چی میگی دیگه؟ میگی خونه‌تون، میگم بابا 2 تا خیابون ورتر حال میکنم با این تیپ و استایلا. البته همیشه نه ها، ولی مودم باشه این تیپ و استایلا میام. نمیای بریم دور بزنیم. رفیقت که گفتی پس کو. این هم گفتی منتظر رفیقم، رفیقت هم نیومد. ببین داری اسکالم میکنی. رفیقم به خدا ببین داری اسکالم میکنی. ولی اون دقیقه چیزی نگفتی. میخوای زنگ بزنم بهش بیا؟ نه بیا بریم یه دور بزنیم. بابا من چیکار رفیقت دارم؟ میگم بیا بریم تا خیابون اونوری یه دور بزنیم بیایم دیگه. چی بگم؟ کاش رفیقم برسی زودتر من دستتون نجات بده. ببین مگه من چمه؟ الان اگه برم با یه تیپ دیگه بیام سوارم میکنی؟ شاید موقع سوارت کنم. ببین تو حول دختری. من الان چون تیپ همینم اینجوری هستی که هست. الان خودت داری ولی خدایی میگه بذارم آخه جلو ماشینه هم یکی ببینه زشته خب تیپ بیا. زشته؟ تازه حال میکنه طرف میگی ببین دختر لوتی خوبی قفنی سوار کرد. نه اتفاقا یه چیزی دیگه میگه. چی میگه؟ این دختره یه جوری بود بعضی. من بعضم چجوریه؟ بابا شلوار بابا این شلوار خدا تو من پول دادم بالاشا. رفیقم اومد. رفیقته؟ آره. همتونم ماشین خوب سوار میشیدا. بچه مایداریه دیگه. خوبه دیگه. اون که ماشینشو برکت نمیکنه؟ نمیدونم والا من ازش بپرسم. واقعا کارواش لازمی، جفتتون برین کارواش. زشته برای پسری با میخوای با سوال کنم ماشین با استایل تو ماشینش اینجوری کثیف باشه. پویا داداش نیو فیس زدی؟ چی؟ نیو فیس. نیو فیس چی دیگه؟ به دختر کوچولو میگن نیو فیس. من کوچولو دیدی شما با این تیپ و نه قیافه؟ تیپت متفاوت شد. داداش نیم ساعت من اذیت کرد نمیذاره. رفیقشی؟ واقعا اذیتت میکنه. بابا من اذیتش نمی‌کنم.